چند وقت پیش تو مجلس نماینده‌های آمریکا یه بحث خیلی جذابی راه افتاد و گفتن که آقا یه خبرایی پیچید بین ما که فضایی‌ها وجود دارن و بحث امروز ما راجع به فضاییاست. سلام به همه عقب جلویای عزیز، من مهدی و علی. سلام به برای بچه عقب جلو، خوش اومدید با یه قسمت دیگه از برنامه عقب جلو. امروز اومدیم با یه موضوع واقعا باحال مورد علاقه خودم هم هست و اینکه برو بریم صحبت تکمیلی با مهدی. چند وقت پیش تو مجلس نماینده‌های آمریکا یه بحث خیلی جذابی راه افتاد و گفتن که آقا یه خبرایی پیچید بین ما که فضایی‌ها وجود دارن. شخصی به نام دیوید گراش اومده بود گفته بود که فضایی‌ها وجود دارن و نماینده‌ها ازش سوالایی پرسیدن که خیلی جذاب بود و بحث امروز ما راجع به فضاییاست. راجع به فضایی ها صحبت کنیم. ما کجاییم؟ فضایی کجاست؟ چجوری با هم ارتباط بگیریم؟ چجوری پیداشون کنیم؟ ما رو پیدا کردن نکردن؟ ما پیداشون کردیم؟ به تکنولوژیشون دست یافتن؟ و کلا این قضیه که توی مجلس آمریکا پیش اومد حالا بهونه‌ای شد که ما اینور مثلا بیایم بحث رو بازتر بکنیم که اصلا فضایی‌ها چی ان و ما چیم و چی میشه که ما بتونیم به اینا برسیم. گفتم که اول از پای شروع کنیم، خب برای بچه‌ها که حالا بدونن که مثلا چی میشه که ما بتونیم فضایی‌ها رو ببینیم یا مثلا سطح تکنولوژی‌ها چیه و فلان اینا. کلا از بیس یه مقدمه‌ای بچینیم بریم بالا که بچه‌ها در جریان باشن. این اپیزودو حتما حمایت کنید چون خیلی زحمت کشیدیم، خیلی اطلاعات زیادی نداشتیم، مجبور شدیم کلی تحقیق و این داستانا انجام بدیم که ببینیم دقیقاً چیه داستان. یه توضیح سریع داشته باشم. اول اینکه ببینید بچه‌ها یه چیزی داریم به اسم سطوح تمدنی. خب و داستان اینه که یه چند تا سطح تمدنی داریم و ما الان تو سطح تمدنی پایین‌تر از یک هستیم و هر سطح تمدنی داستانش اینه که سطح تمدنی یک اون موجودات یا هر چیزی که هستن که الان ما انسان‌ها هستیم به سیارهشون مسلط میشن و میتونن تماما از انرژی و حالا ذخایر و هر پتانسیلی که داره استفاده کنن. و سطح دو تمدنی حالا به اون منظومه‌ای که دارن مسلط میشن. مثلا ما اگر مثلا به سطح 2 برسیم میتونیم از خورشید استفاده کنیم و از انرژیش و دورش کلی سازه بسازیم و با استفاده از اون حالا سفر کنیم به منظومه های دیگه. و سطح 3 میشه سطحی که حالا به کل اون منظومش در واقع، مرسی که مهدی اینجا منو کمک میکنه، منظومش تسلط داره و همینطوری میره بالاتر دیگه، خوشه، ابرخوشه. و حالا یه سطحی هست که مثلا این حالا بیشتر حالت فرضیه طور بود. هنوز مشخص نشده بعد ابرخوشه چیه. ولی نتونستم. ولی من میخوندم بهش میگفتن اومگا که اینطوری بود که دنیاها رو کنترل میکنه و فلان و این داستانا. ببین حالا چیزی که من دیدم بعد ابرخوشه یه دنیاهایی هست که این ابرخوشه ها توشن. حالا اسمی واسش در نظر نذار، شاید حالا بعد اون دنیایی که ابرخوشه ها توشن یه دنیایی هست که اون دنیاها توشن. خیلی فکر کردن راجبش جذاب. میدونید شما حتما این فیلمایی رو دیدید که از مثلا یه سلول مثلا بدن انسان میاد بیرون میره تا مثلا منظوم و فلان و اینا واقعا اون فکر کردن به اون حجم بزرگیه خیلی داستان جالبیه. خب تا اینجا قضیه تمدن‌ها رو یاد گرفتید و انسان هنوز به تمدن یک نرسیده. یعنی ما تو کره زمین هنوز کلی چیزای عجیب غریب و ناشناخته داریم و هنوز با خودمون درگیریم. آره. و حالا تخمینی که زده میشه اینجور که حالا من یکم با ChatGPT و اینا صحبت کردم اینطوری بود که میگفت حدس زده میشه که تا یه قرن دیگه تقریبا انسان به تمدن سطح 1 برسه. یعنی مثلا سیاره خودش رو کامل در اختیار بگیره و بتونه که حالا مثلا چیز کنه دیگه، بتونه همه چی رو بدونه دقیقاً چه اتفاقی داره سیارش میفته، بدون دقیقاً چه اتفاقی میفته و مشکلات داخلش رو حل کنه. تا وقتی که آدما با هم دیگه درگیرن نمیتونن به اون سطح از تکنولوژی برسن که بتونن از زمین خارج بشن و به فضا سفر کنن. چرا؟ شاید بتونن مثلا کشور آمریکا به مریخ بره، ولی اول باید کره زمین همه با هم به یه تفاهمی برسن، هیچ گونه درگیری بینشون وجود نداشته باشه تا بتونن پیشرفت کنن و با صلح به سیارات دیگه سفر کنن. روسیه یه علمی داره، آمریکا یه علمی داره، چین یه علمی داره. ستایی بیان علماشونو بذارن رو هم چه پیشرفتی میکنن تا اینکه هر کدوم تک تک. شاید آمریکا الان به اون نقطه رسیده که مثلا سفر به مریخ براش راحت تر باشه و روسیه هنوز داره تلاش میکنه به اون علم برسه. آمریکا این علم منتقل کنه توی صلح
و بدون مثلا روسیه دشمنش به روسیه و شاید روسیه یه چیزای دیگه ای بدونه توی موشک سازی اونو منتقل میکنه به آمریکا، علم پیشرفتش سریعتر میشه. اتفاقی که تو آمریکا داره اینو میفته اینه که آقا دانشمند ایرانی هست، دانشمند روسیه‌ای هست، دانشمند چینی هست. یه اتفاق جالبی که امسال افتاده این بود که توی یکی از المپیادا، دقیق نمیدونم چیه، تمام برنده‌هاش چینی بودن، آمریکایی‌های چینی. آها، اونایی که اونجا بودن. آره دقیقاً، تمام برنده‌هاش چینی بودن، آمریکایی ولی اصالتا اهل چین. تا اینجا که اومدیم حالا یه دو سه تا فکت دیگه هم بگم. اینکه یه نکته‌ای که خیلی مهمه و حالا ممکنه که ما فضایی‌ها رو نبینیم، اونا هم ما رو نبینن، بحث فاصله است. خب یعنی ما الان مثلا تا یه مریخ رفتن الان کار سختی، تا یه مشتری رفتن مثلا کار سختی. خب انسانو جابجا کنن، چه برسه به اینکه بخواد یه منظومه دیگه بره اینا. پس بحث اول خب فاصله است. این قضیه فاصله چطوری ممکنه حل بشه؟ وقتی که انسان به سطح تمدنی یک بتونه برسه، خب میتونه بین سیاره ها بچرخه. و خب طبق تحقیقات گفتن که تو منظومه شمسی ما فکر کنم ما و مریخ تنها سیاراتی هستیم که فکر کنم قابلیت زندگی داره. درسته؟ مریخ که قبلا آب داشته و حالا معلوم نیست چه اتفاقی جوش از بین رفته و تبدیل شده به کویر. و آره مریخ فاصلش از خورشید جوریه که امکان زندگی روش هست، به شرطی که بتونیم جوشو برگردونیم یا نه توی یه کلونی زندگی کنیم. پس یعنی الان ما اگر به تمدن سطح 1 برسیم میتونیم تازه بریم سراغ مریخ و اونجا ببینیم که آیا حیات هست یا نه. تو این بین یه چیز دیگه هم بگم، یه چیز دیگه هم داریم، یه فکت دیگه هم داریم. ببین چه فکت اینا رو زحمت کشیدم پیدا کردم. یه ساب و لایک و اینا رو بزنید دیگه، این هزینه کردیم برای این اپیزود. یه چیز داریم به اسم کمربند حیات. کمربند حیات یعنی توی هر حالا منظومه یا هر چیزی فاصله مناسب هر سیاره از اون ستاره که نه خیلی دور باشه، خب که مثلا اون سیاره حالا غیر قابل سیستم، خیلی سرد و فلان و این داستانا باشه، نه خیلی نزدیک که مثلا اون سیاره اینقدر دماش بالا باشه که نتونی. یه فاصله مناسب. زمین توی کمربند حیات منظومه شمسی قرار داره. مریخ هم الان با این اوصاف تو کمربند حیات قرار داره. و داستانی که هست اینه که اگر مریخ جا برای چیز نداشته باشه، یعنی موجود زنده نداشته باشه، ما باید برای اینکه به فضایی ها برسیم باید بریم یه منظومه دیگه. برای رفتن به منظومه دیگه دوباره مشکل فاصله پیش میاد و اینجا انسان نیاز داره که برسه به سطح تمدن 2. پس نتیجه گیری، اگر فرض بر این بگیریم که مریخ موجود فضایی و زنده نداره، ما اگر فضایی میبینیم از سطح تمدن 2 اومده، یعنی جایی که اونا به ستاره و منظومه خودشون مسلطن. خب یعنی خیلی قویان و قطعا سطح تکنولوژی خیلی بالایی دارن. اینا همش برمیگرده به اینکه ما داریم با ذهنیت خودمون اینا رو میسنجیم. اصلا شاید ما الان حیات رو توی کربن و مایع و اینجور چیزا می‌بینیم. شاید اون فضایی که قراره بیاد اصلا جنسش با جنس ما فرق باشه، اصلا شاید از جنس سنگ باشه و ممکنه که اصلا این کمربند حیاتی که بحثش هست واسه اونا فرق کنه. ما داریم با این فرضیه پیش میریم که آقا فضایی‌ها نوعشون شبیه ماه و تو کمربند حیاتی شبیه ما زندگی میکنن و میلیاردها ستاره توی دنیا وجود داره که از این میلیاردها ستاره هزاران هزار ستاره دارای کمربند حیات. و اینکه آقا همونجوری که بودیم میلیاردها ستاره توی دنیا وجود داره و میلیاردها سیاره و خیلی شانسی باید باشه که آقا یه فضایی شروع کنه توی فضا سفر کردن و بیاد بین اون همه کهکشانی که هست کهکشان راه شیری رو پیدا کنه و بیاد توی کهکشان راه شیری منظومه شمسی رو پیدا کنه و بیاد توی منظومه شمسی کره ما رو پیدا کنه. خیلی سخته و خیلی بعیده و به صورت شانسی این اتفاق هم بیفته. حالا اینجا سوال پیش میاد. ببین فرض میکنیم توی همین کره زمین، خب تو مثلا میری یه جایی گنج پیدا میکنی، خب تو کره زمین تو یه جنگل بکری رفتی یهو به یه گنجی میرسی، خب یا اصلا به یه معبد خیلی عجیب غریب میرسی. اولین اتفاقی که میفته چیه؟ میری نمیدونم میراث فرهنگی اینا خبر میکنی یا هر چیزی، میفهمن بالاخره عموم مردم رو سعی میکنی ویدیو میگیری تو فضای مجازی، سعی میکنی دنیا رو ازش باخبر کنی و حالا مثلا اونجا اگه خیلی جذاب باشه و اینا مثلا آدمای دیگه میان و شروع میکنه بحث توریسم و فلان و اینا، میان اونجا شروع میکنن به
کند و کاو کردن، میگیری چی میگم، کنجکاوی کردن که اینجا چه خبره. اگر فضایی اومده سمت ما و حالا ما رو دیده و ما رو پیدا کرده که سطح تکنولوژیش از ما بالاتر بوده، چرا نرفته ما رو به بقیه معرفی کنه؟ چرا نرفته بگه آقا من یه چیزی پیدا کردم اینجا موجودات این شکلی هستن این کارا رو میکنن فلان؟ شاید اهمیتی براش نداشتیم. شاید هزار مثل ما وجود داره و زیاد دیدن، عادی بوده. نه اینم که شبیه اون یکی. خب نمیخواسته مثلا از انرژی استفاده کنه، یا مثلا چرا مثلا خورشید رو همجوری رها کردن؟ یعنی براشون آقا این همه ستاره تو آسمون است، این همه خورشید تو آسمون، چرا حتما بیا به خورشید منظور شمسی گیر بده؟ آره اوکی، ولی خب میگم مثلا تو که تا اینجا اومدی داداش، خوش اومدی فلان و این داستانا. بحث منم همین آقا، تا اینجا اومده باشه ممکنه توی مسیرش هزار نفر مثل ما دیده باشه، هزار زمین دیده باشه. چرا نمیاد آباد کنه؟ چرا آباد کنه؟ بیا آباد کنی یا می‌خوایم بریم یه جای دیگه؟ شاید هم یه کارایی کرده، یه دستی برده تو مسیر بشر، مثلا اومده به ادیسون گفته برق اینجوریه. این وسط اومده با یه کس ولی محدود اومده یه کارایی کرده. بعد مثلا به صورت حالا القایی یا هر چیزی حتما که نباید بیاد مستقیم بهش بگه برق اینجوریه. یه بحثی که هست اینه که خب قبل از اینکه انسان ها به وجود بیان، اصلا دایناسور به وجود، اصلا کره زمین به وجود بیاد، خب ممکنه که یه تمدنی ساخته شده باشه و به بالاترین سطح تمدن خودش هم یک رد کرده، دو رد کرده، سه هم رد کرده، خب و به مشکل خوردن، حالا با هم جنگیدن، همدیگه رو دو تا مثلا هرچی دو دسته شدن، هرچی همدیگه رو نابود کردن و به هر دلیلی تمام شده رفته. یعنی قبل از اینکه ما بیایم یه تمدنی اومده و رفته. خب ممکنم هست این به نظر من میتونه خیلی نظریه قوی تری باشه یا فرضیه خیلی قوی تری باشه. بچه‌ها اینجا بگم فرضیه با نظریه فرق کنه. فرضیه یعنی ثابت نشده است و صرفا حرف یا یه بیانه. نظریه یه چیزیه که علمی ثابت شده، یه تئوریه. اوکی. این فرضیه میتونه باشه که موقعی که انسان ها مثلا داشتن اهرام مصر رو میساختن، یک سری از فضایی‌هاشون یه چیز عجیبه دیگه، اهرام مصر رو مثلا اون زمان با تکنولوژی اون موقع بخوام بسازن، فضایی ها اومدن یا اون موقع مثلا اومدن که مثلا کم کم با انسان ها یکی بشن و کمکشون کنن فلان اینا، ولی حالا به این سطح مثلا انقلاب صنعتی و اینا نرسیده. تا اون تایم مثلا قبل از اون نابود شده، مثلا اون تمدنی که داشته می اومده کمک کنه. ببین دقیقاً نمیشه گفت که حالا اهرام مصر رو به کمک فضایی ساختن یا نه، چون همین الانش یه سری وسیله‌ها پیدا میشه، یه سری جمجمه‌ها پیدا میشه، مثلا مربوط به 20000 سال پیشه. مگه عمر انسان هوشمند چقدر میگن از زمان آدم و حوا، حالا نوح میاد و محمد میاد و خب اصلا میلادیش هم بخوایم بگیم که میشه 2000 سال دیگه. خب تهش 5000 سال 10000 سال جمجمه پیدا کردن که مربوط به 20000 سال پیشه و دندوناشونو با سیم به هم بستن. یعنی دندون طرف افتاده بوده، دو تا دندون آوردن جایگزین کردن، با سیم به هم بستن. آلیاژ اون سیم باید جوری باشه که بیمار نکنه طرفو. این نشون میده بشر 20000 سال پیش چنین تکنولوژی داشته. خب یعنی یه چنین هوشی رسیده بوده که آقا دندونت که خراب میشه بکن بنداز دور، یه دندون دیگه رو بیار با سیم ببند جاش. خب این نشون میده بشر هوش داشته، بشر هوشش هم پیشرفته بوده. راجع به اهرام مصر هم اومدن گفتن از آب رود نیل استفاده کردن برای جابجایی سنگ ها و یه سری جرثقیل تور درست کردن که سنگا رو روش لیز میدادن میرفته بالا. حالا درسته اون وسط کلی آدم نابود شده و کلی آدم زحمت کشیده، ولی خب به یه چنین علمی رسیده بودن و بخوایم حساب کنیم چنین چیزهایی رو بشر ساخته، حالا شاید نابود شده باشه و ممکنه آقا بشر پیشرفت کرده، به یه سطح تکنولوژی رسیده، جنگ جهانی رخ داده، زدن همدیگر رو نابود کردن، دوباره برگشت نقطه صفر، دوباره پیشرفت کرده. خب حالا بریم سراغ بخش داغ. بحثی که اگر ما به این فضایی‌ها حالا برسیم، یعنی ما تمدن 2 رو میرسیم یا حالا اصلا اینو بگم که اگه تمدن 2-3 بیاد به ما برسه و با بخوایم به هر دلیلی باهاشون دعوا کنیم، جنگ کنیم فلان اینا، فکر کنم کار یه فشار دادن یه دکمه توسط یه دونه از ساکنانشونه که سیاره ما رو نیست نابود کنه. حکم مثلا الان چجوری با حشره کش سوسکا رو میکشه؟ آره برای اونها هم همینجوری باشه. ببین آدم نجن. بعد کل مثلا کره زمین رو بهتر کنه. اون بقای مثلا حرف والی زدی، کل بقای کره زمین به شهاب سنگ وصله دیگه، یه دونه بخوره تموم ما.
اینجوریه که انسان تا از زمین پاشو بیرون نذاره احتمال منقرض شدنش هست. جدی میگی؟ بعد خب همین، یعنی اگر ما با این سطح تمدن، با سطح تمدن 2 یا 3 مبارزه کنیم یا بخوایم بجنگیم یا هر چیزی، پودرمون میکنن. حالا به این فکر کنید که انسان برسه به سطح تمدن 2، یعنی سیاره‌ش رو میگیره، منظومه‌ش هم میگیره. حالا میخوریم به یه سری فضایی ها با سطح تمدن 2 و یه جنگ اتفاق میفته. تو همچین چیزی رو تا حالا فکر کردی راجبش؟ بستگی داره. آدما وقتی وارد جنگ میشن که موجودیتشون، کلا موجودات که موجودیتشون و محیطشون به خطر بیفته، من فکر نکنم اولین برخوردمون با فضایی‌ها حتما منجر به جنگ بشه، چون وقتی میاد دو طرف حس کنجکاوی دارن، اون اینو بررسی میکنه، این اونو بررسی میکنه، وقتی به هم برخورد میکنن مثل پیدا کردن یه موجود جدیده. همون اول که نمیگیریم بکشیمش، خب میریم بررسیش میکنیم، فلانش میکنیم، اگه اذیتت نکنه دیگه. آره اگه اذیت نکنه، آقا چه موجود گوگلی. بعد میبینی آقا این یه ویروسی داره که میتونه نسل بشر رو منقرض کنه، خب همونجا میکشنش. ولی نه، میبینن نه، این موجود بی‌آزاری، ولش میکنن میره. برخورد ما با تمدن سطح 2 هم همینه. مطمئنا اونا هم به این سطح رسیدن که آقا تو برخورد اول نجنگن، بررسی کنیم ببینیم چیه، شاید به ما کمک کنه، شاید کمک نکنه، شاید دشمن باشه، شاید چی باشه، و بستگی داره آقا اونا از ما چی بخوان، ما از اونا چی بخوایم. ما دنبال یه سیاره‌ایم که آب و هوا داشته باشه، شاید اونا دنبال یه سیاره‌ای باشن که آتش فشان داشته باشه. بیا من سیاره آتش فشان منظومم برای شما، برو زندگی کن. ما تصورمون از سفینه اینه که آقا 4 تا ابزار رو بچسبونی به هم، موتور داشته باشه، حرکت کنه. شاید اون فضاییه سفینه‌اش یه موجود زنده باشه، موجود زنده‌ای که تو خلا زنده است، مثل فیلم اونجرز که اومدن زمین سفینه هاشون زنده بودن. شاید اونجوری باشه. من راجع به این که مثلا فضایی بیان و باشون مواجهه داشته باشیم، این بحثی که تعامل کنیم و خیلی هستم، چون که الان چیزی که گفتی کلید رسیدن به سطح بعدی اینه که مثلا یه دست بشیم و بریم، این زودترین اتفاق میفته. آره مثلا شاید مثلا آقا یه تو همین منظومه‌های اطراف ما، تو همین راه شیری یه سری موجودات باشن که اونا به سطح تمدن 2 رسیدن، دارن منظومه خودشون رو فتح میکنن، ما هم که به زودی به سطح تمدن 2 میرسیم و منظومه خودمون رو فتح میکنیم و توی راه شیری 2 تا تمدن 2 به هم میخورن و همین شاید تبادل اطلاعات بین این 2 تا تمدن باعث بشه ما به تمدن 3 برسیم و بتونیم راه شیری رو فتح کنیم. تنها توی یه جایی جنگ رخ میده. چرا تو زمین جنگ رخ میده؟ منابع محدوده. وقتی تو دسترسی پیدا کنی به کهکشان‌ها و منظومه‌های دیگه و هزاران زمین زیر دستت باشه، میری اونجا حتی موجوداتی رو ببینی دیگه واسش نمی جنگی، یعنی یه زمین دیگه هست که این جنگ رخ میده، این زمین ها محدود باشه و تو همشون موجود باشه و ما زمینی که هستیم حالا نباید به اون هم بگیم زمین، چون زمین یه دونه است و ما توی زمین به محدودیت منابع خوردیم و نیاز داریم به یه جای جدید. میریم اونجا موجوداتی هستن که نمیخوان از جاشون به ما بدن، اون موقع ما متوسل به زور میشیم، جنگ میشه. دیوید گراش تو مجلس آمریکا فکر کنم راجع به این صحبت کرد که آقا ما یه سری تکنولوژی به یه سری چیزا دست یافتیم و یه سری فضاپیما نمیدونم داریم و کشتی داریم ازشون و موجود فضایی رو شکافی کردیم و برسیم به اینه که آقا داستان اینه چیه و اولین بار حالا چیزایی که ثبت شده، چند بار دیده شده فضایی و اینا، و اینکه ما یه نمونه تو ایران داریم. این بحث فضایی خیلی گسترده است و هیچ وقت هم ثابت نشده. این دیوید گراش هم که اومده گفته آقا اولا که مجلس نمایندگان آمریکا اینو احضار کرده و بحثشون هم بحث این نیست که فضایی‌ها وجود دارن یا فضایی‌ها وجود ندارن. بحثشون اینه که آیا دولت ایالات متحده آمریکا فضایی‌ها رو دیده و آیا سفینه‌شون رو گرفته و اگه دیده چرا به مجلس گزارش نداده؟ چرا؟ چون مجلس به اونا بودجه میده و باید گزارش مصرف این بودجه رو بدن و حالا شما فضایی دیدی، بودجه مصرف کردی، فضایی رو داری کالبد شکافی میکنی، داری سفینه‌شو مهندسی معکوس میکنی، چرا به ما نگفتی؟ بحثشون بحث پوله. دقیقاً تهش اینه که پول ما رو بده. بحثشون دقیقاً بحث پوله. بحث این که فضایی وجود داره یا نه نیست. حالا دیوید گراش اومده این وسط ادعا کرده که گفته آقا من یه جایی بودم و از یه سری افراد شنیدم که
ما سفینه داریم، ما موجودات فضایی داریم و یه سری بحثا تو گذشته کرده بوده که ویدیوهاش هست، با یه سری ژورنال ها مصاحبه کرده که گفته ما سفینه‌شون رو داریم مهندسی معکوس میکنیم که توی مجلس نمایندگان آمریکا اون حرفا رو نزده و یه سری حرفای دیگه زده که گفته من از فلان شخص فلان چیزو شنیدم. چیزایی که توصیف میکنه خب دقیقاً ذهنیت انسان گونه است. اینکه یه سفینه‌ای بوده، اینکه سفینه سقوط کرده، این ناراحت کننده است. یعنی انگار به چیزی نرسیدن. شاید اصلا همینا بازی خودشونه، میخوان در آینده بگن فضایی‌ها وجود داره، از الان ذهن بشر رو آماده کردن، فضایی‌ها وجود داره، باشون تعامل کردیم، به ایلان ماسک کمک کردن فضایی‌ها، به فلانی کمک کردن، فضایی‌ها باعث پیشرفت زمین شدن، دارن ذهن ما رو آماده میکنن که آقا اونو اعلام کنن. شاید هم نه، شاید هم همش بازی رسانه. یه چیزی اون سری گفتی که راجع به وجود فضایی‌ها، از بحثمون هم دور نشیم، موثق ترین منابع خلبان‌ها، یک سری خلبان‌های نظامی آمریکا که توی همین کنگره هم بودن و حتی تو ایران ادعا کردن که اشیایی رو دیدن و خب هواپیما راداراشون رکورد میکنه این چیزا رو دیگه، اشیایی رو دیدن و ممکنه این اشیا سفینه‌های فضایی بوده باشه و ممکنه پدیده‌های ناشناخته جوی بوده باشه، مثلا 4 تا الکترون روی هوا در حال چرخیدن و فلان به امان جمع شدن، یه سیستمی تشکیل دادن که رادار رو مختل کرده و رادار اون رو شبیه سفینه دیده و یا نه ممکنه واقعا سفینه‌های فضایی بوده باشه. و 2 تا این خلبانا که دقیقاً هم ادعاشون این بوده که آقا ما ادعا نمی‌کنیم موجود فضایی دیدیم، ما ادعا می‌کنیم که یه جسمی رو دیدیم که به سرعت در حال حرکت بوده و وقتی به سمتش حرکت می‌کنیم همون مسیر رو به صورت 90 درجه تغییر میده و هیچ هواگردی روی زمین در حال حاضر قادر نیست که چنین مانوری بده. فکر کنم سرعتش نزدیک 60,000 کیلومتر بوده که با همون 60,000 کیلومتر یهو 90 درجه تغییر مسیر میده و شاید هم این پدیده ناشناخته جوی بوده باشه. یه نکته خیلی جالبی که حالا گفته بودی بچه‌هام بدونن، گفتی که تو ایران هم همچین چیزی بوده. آره تو ایران هم قبل انقلاب یه چنین اتفاقی میفته، سالش دقیق نمیدونم، فکر کنم سال 54 بوده. اگه سرچ بزنن مشاهده فضایی تو ایران میاد، سال دقیقش رو میتونن ببینن. این اتفاق میفته که این برای این جزء منابع موثقه که آدما ندیدن. برج مراقبت مهرآباد یه پدیده‌ای رو مشاهده میکنه روی آسمون که باز نمیگه چیه و درخواست بررسی اون پدیده رو میکنه. 2 تا جنگنده از پایگاه شاهرخی که الان بهش میگن پایگاه نوژه بلند میشن، به سمت اون جسم حرکت کردن. وقتی به سمت جسم که روی تهران بوده نزدیکتر میشن، یکی از جنگنده ها اعلام میکنه که وسایل الکترونیکیش داره از کار میفته و چند تا وسیله‌اش که از کار میفته برمیگرده به سمت پایگاه. جنگنده دوم سعی میکنه بهش نزدیکتر شه و توی تعریف ها هست که میگه وقتی من به سمت جنگنده، به سمت اون شی دارم میرم، اون شی یه چیزی از خودش جدا میشه و من فکر کردم به سمت ما شلیک کرده و اون چیزی که جدا شده میاد دور ما میچرخه و برمیگرده سمت شی مادر و به صورت افقی حرکت میکنن رو به هوا و میرن و ما هر چقدر به صورت عمودی و ما هر چقدر به این شی یا پدیده نزدیکتر میشدیم اختلالای زیادی روی سیستم ما رخ داد و وقتی به سمت ما فکر کردیم موشک شلیک کرد، ما سعی کردیم رهگیریش کنیم و بهش شلیک کنیم. تمام لوازم جنگی ما از کار افتاده بود. اینا توی صحبتاشون هست. خیلی باحاله، خیلی باحاله، خیلی باحاله. من واقعا دوست دارم یه روزی خب همه این پرونده ها رو جمع کنم دور هم یه جا داشته باشمشون و بشینم از 0 تا 100. حالا مثلا دیدی کارگاه ها میشینن اینجوری پین میزنن و هم دیگه کانکتشون میکنن، ازشون یه چیزی بکشم بیرون که ببینم آقا بالاخره اینا هستن نیستن بیان. دقیقاً خیلی چیزایی هست روی زمین که مخفیه. مثلا همین پرونده آقا مشاهده فضایی در ایرانو خب کمتر کسی میدونه راجبش اطلاع داره. مثلا بگیم یه برو بابا. خب و خیلی اینجور پرونده ها هست که نمیدونیم ازشون. خب یه مسئله آخری که میمونه و به نظر اون چیز جالبیه که راجبش صحبت کنیم، اونم یه بحثیه که میخوای تو یه بحثیه که به جنگل تاریک معروفه، ولی خب حالا اگه سرچ بزنن جنگل تاریک ممکنه به یه سری منابع دیگه برسن.
اینجوریه که میگه شما یه سری موجودات هوشمند هستید، خب توی یه جنگل هستید و توی این جنگل موجودات دیگه هم هستن، جنگل تاریک هستی. آره خب و توی این جنگل موجودات دیگه هم هستن. البته اون جنگل الزاما تاریک نیست، این بحث راجع به جنگل، اسمش جنگل تاریکه. خب موجودات دیگه هم هستن که هم هوشمندن هم هوشمند نیستن. خب و این بحث میگه که تو اون جنگل شکارچی‌های خیلی خطرناکی هستن و میگه اون موجود هوشمند توی اون جنگل راه نمیفته حرکت کردن و با موجودات دیگه ارتباط گرفتن. چرا؟ چون میدونه اونجا شکارچی‌هایی هستن که ممکنه شکارش کنه و چیکار میکنه؟ قایم میشه. و فضایی هم ممکنه همینجوری باشن، اونا خیلی از ما هوشمندترن، پس راه نمیفته روی زمین بگه من هستم فلان، میاد روی زمین به صورت مخفیانه کاراشو میکنه و میره. باید بیاد سمت ما. درسته دنیا خیلی بزرگه. خب بحث همینه، بحث اینه که ما از دید اونا هوشمند نیستیم، ما از دید اونا اون موجود شکارچی وحشیه ایم. خب یعنی به اون سطح هوشمندی نرسیدیم که باهاش تعامل کنیم. ما یعنی ببینیمش میکشیمش. یعنی نظرش اینه که این هنوز ما اونقدر به نظرش احمقیم که بهتره از ما دوری کنه تا اینکه بیاد با همون تعامل کنه. دقیقاً نظر اون ما موجود وحشیه ایم که به محض اینکه ببینیمش میکشیمش. خیلی هم عالی. مرسی که تا اینجا ما همراه بودین. مراقب خودتون باشید، منتظر قسمت‌های بعدی ما هم باشید. ما رو حتما به دوستای خودتون هم معرفی کنید، ویدیوهای ما رو بفرستید براشون اگه براشون این قضیه ها جالبه که ما براتون راجع به داستان جذاب‌تر و بهتر ویدیو بسازیم. مراقب خودتون باشین تا قسمت بعدی. فعلا خداحافظ. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما ما رو حمایت کنید. خداحافظ.